پسرم گناه یگانه من این است که تو را سخت دوست داشتم. تو حالا هم او را پسرم میگویی نسرین؟ دمت را گیر ابرو. مادری او منم. تو فکر میکنی که او را از اینجا برده میتوانی؟ پسری من است و تو پسرم را نمیدی هم ابرو. بس است! باران به دنیا آمده است. مهدی او را از مادرش جدا کردن خواسته است. مراد خوب گفته است. قدریه، نسرین، کندل خاموش ایستادند. بیبی جون گپ زنید. افسانه تمام شد ولی خوابم نمیبرد. از این پس همش دیگر میشود. هیچ چیز مثل پیشتر نمیشود. یگان کس از من نباید. در این کار پدرت بیگناه است. او تو را باز گرفتن خواسته است اما عمکت نگذاشته است. کندل برای منفیت های شخصی خود به همه کار دست میزند. به همه کار کندل گناهکار همیخیل نی؟ این طور که باشد بیا و جزای من را بیده. از دستت چه می آید؟ مادام جزایتان را دادن لازم است. پس بسوزید.